السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد از کردستان، بفرما. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرما. سلام استاد بزرگوار، خدمت و شکر. و علیکم السلام، خیلی ممنون، متشکرم. بفرما، در خدمتتون هستیم. بله استاد بزرگوار، ما یه مسئله پیش اومده، من پرسید فرمودن که شما هر دعایی بکنید باید دعا تموم کردی. بله الو. بله در خدمتتون، بفرما. فرمودن هر دعایی بکنید باید صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بزنید. صلی الله علیه و سلم. سوالات همینه فقط؟ بله فقط گفتن اگر قبول صلوات نزنید دعات قبول نمیشه. بله من الان جوابت میدم ان شاء الله. دست شما درد نکند. ممنونم بزرگوار. بارک الله فیک، خیلی ممنون. خدا یاورت. بله، این دوستمون که فرمودند یکی از آداب دعا بله صلوات فرستادن بر رسول خداست صلی الله علیه و سلم. یعنی کسی که میخواهد دعا بکند به صورت رسمی و به صورت خاصی، منظور میخواد دعا از خداوند متعال طلب چیزی بکند، قبل از هر چیز بهترین است که دستانش را به سوی آسمان بلند گرداند تا طرف رو به چهره خودش بگذارد و آنچنان حالت تذلل خودش را نشان دهد، در حضور خداوند متعال حمد و ثنای خدا را بگوید، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله را بگوید و دعاها را آغاز کند. این از آداب دعاست و این در این زمینه احادیث زیادی وارد شده که بهتر این است هنگام دعا انسان حمد خدا را بگوید، حمد و ثنای خدا را بجا بیاورد و بعداً صلوات بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بفرستد. این کار پسندیده است و یکی از آداب دعاست. بله. دعاهای عام داریم، دعای خاص داریم. دعای عام هر وقت بخواهی بدون این چیزها هم میشه انجام داد. مثلا شما از یک جا میخوای اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی، این چیزها را میخوای انجام بدهید، خداوند منو ببخش، خداوند منو مورد رحمت خویش قرار بده، این به صورت عام میتونید دعا کنید و برای دیگران هم دعا کنید و این چیز نباشد. اما دعاهای خاص و در زمان خاص و در مکان خاص میخواهی به صورت ویژه دعایی داشته باشید، آداب دعا این است.